در موج برنامه اطلاعاتی خبر. تشویش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از اجرا نشدن سپارش‌های در کارخانه‌های کلان به دولت خطر دارد. صحبت با وزیر آلمان برای تحکیم حفظ سرحد اقتداری نیروهای تاجیکستان. ساکنان اصل ضرر دیده وحش صاحب منزل شدند. پوتین از نشست سازمان اهنامه امنیتی دست جمعی اوید به افغانستان تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان خبر داد. روسیه تاجیکستان را به تمرین‌های زپد 2021 دعوت کرد. با شرح این و دیگر خبر و رویدادها با شما هستم مرتبه رحمان و سلام. رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اداره و فعالیت مالیوی کارخانه‌های عظیم دولتی که نظارت آنها به عهده وزارت مالیه واگذار شده است تشویش آور خواند. او اینچنین افزوده که در این خصوص از جانب رهبری دولت و مسئولین سپارش‌ها داده شدند، اما تا حال کارخانه‌های مذکور با سبب زیاد کردن عهده‌داری‌ها و ضرر جمع شده آنها همچون سرچشمه خفی اساسی فیسکالی برای دولت باقی میمانند. رئیس جمهوری تاجیکستان اینچنین خفترین روان در ملاقات با مسئولین مالیه دلیل آورد که سال 2020 از 27 کارخانه عظیم 10 کارخانه فعالیت خود را با ضرر به مبلغ 4.9 میلیارد سومانی جنبست کرده است. در قطار مسئله‌هایی که تا حال حل خود را نیافتند، پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گذاشتن کارخانه‌ها به استانداردهای بین‌المللی حسابات مالیوی، گذراندن اودیت حتمی هر ساله و نشر حسابات مالیوی آنها در وسایط اخباری گفت. رئیس جمهوری تاجیکستان اینچنین ضرور خواند کارخانه‌های دولتی از فعالیت بازمانده و فعالیت ناچیز داشته برای برقرار نمودن فعالیت آنها به صاحبکاران و سرمایه‌گذاران پیشنهاد کرده شوند. او با ذکر تجربه بین‌المللی اظهار داشت که توسط استفاده عاقلانه این مکانیزم سرباری بودجه دولتی از 10 تا 20% کاهش یافته، صفت خدمت رسانی به اهالی به طور نظررس بهتر می‌گردد. سیراج‌الدین محردین وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن صحبت تلفنی با همتای آلمانیش هایکو ماس گسترش همکاری‌ها را بررسی کردند. طبق اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان، محردین و ماس هوسمندانیش را به رشد همکاری در ساحه‌های سیاسی، امنیتی، گومانیتاری، شراکت در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را بیان داشتند. همصحبتان مخصوصا تاکید کردند که به ضرورت تحکیم سرحد و اقتدار مقامات قدرتی و حفظ حقوق توجه بیشتر داده شود. آمده است در اطلاعیه از موضوعهای محوری صحبت وضع در افغانستان و تامین امنیتی منطقه‌ای بوده است. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید با در نظر داشت افزایش آرام و مرکب حربی و سیاسی در کشوری همسایه و مرز مشترک کشورهای آسیای مرکزی با افغانستان، جانب اهمیت تحکیم توسعه همکاری‌ها را برای اندیشیدن تدبیرهای مؤثر علیه خطرهای امنیتی از جمله تروریسم، تندگرایی، افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر قید نمودند. جانب‌ها اینچنین به تقویت رابطه‌های گوناگون جبهه، تماس‌های دائمی و گسترش مناسبت‌ها با استفاده از ابزارهای اتحادیه اروپا و دیگر قالب‌های همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای معاون رئیس ولایت ختلان اکرم سلیمانزاده به 8 عائله ضرر دیده اصل روز 11 می در دهه اتفاق جماعت دهاتی 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان ناحیه وحش کلید خانه‌های نو را تقدیم نمود. ساکنان ضرر دیده اصل روز 11 می در دهات اتفاق ناحیه وحش صاحب خانه‌های نو شدند. بر اثر آفت طبیعی روز 11 می سال روان 41 خانه در روستای نامبرده برای زندگی کاملا نامناسب شد. حکومت کشور تصمیم گرفت برای این عائله‌ها خانه‌های نو بنیاد کند. تصمیم گرفته شد ساکنان که در جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد خانه‌های دیگر نیز به انجام رسانیده شوند تا ساکنان این جشنواره را در منزل‌های نو تجلیل نمایند. مقامات گفتند که حکومت از پی زندگی شایسته مردم است. ساکنان ضرر دیده سیل روز 11 می در دهات اتفاق ناحیه وحش صاحب خانه‌های نو شدند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اظهار امیدواری با ملاقات در دوره سپاه اوید به بد شدن وضع افغانستان کرد. در این باره او در ملاقات با رئیس جمهوری قزاقستان قاسم جومارت تقایف گفت انتظار می رود که جلسه غیر نوبتی شورای امنیتی دست جمعی سازمان اهنامه امنیتی دست جمعی روز دوشنبه آینده آنلاین
برگزار شود. حالا یکی از مسائل مهمترین مسائل امنیتی است، خصوصا در رابطه با رویدادهایی که حالا در افغانستان رشد میکنند، باور دارد رهبری روسیه. در نظر است که جلسه نوبتی تحت ریاست پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزار شود. همچنین گفته می شود که روزنامه اساسی وضع افغانستان و تاثیر آن به امنیت کشورهای عضو سپاه خواهد بود. در صحبت سران روسیه و قزاقستان قید کردند که روسیه سیاست خود را عاید به مسائل امنیت پیوسته هماهنگ میکند که در پس منظر وضع در افغانستان اهمیت خاص کسب میکند. گروه نظامی نه دولت برای اشتراک در تمرین‌های زاپاد 2021 که از 10 تا 16 سپتامبر در روسیه و بلاروسیه برگزار می‌شود دعوت شدند. در این باره معاون اولی سردار ریاست همکاری‌های بین‌المللی حربی وزارت مدافع فدراسیون روسیه گنرال مایور یوگنی ایلین در صحبت با خبرنگاران اطلاع داد. گروه نظامی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، هندوستان، قرغیزستان، مغولستان، سربیا و شریلانکا برای اشتراک در مشق‌ها در مرحله دوم در قلمرو فدراسیون روسیه دعوت کرده شدند، گفت ایلین. نیروهای مسلح چین، ویتنام، میانمار، پاکستان و ازبکستان را ناظران نظامی نمایندگی می‌کنند. در مرحله دوم مسائل فرماندهی و نظارت نیروها در برقرارسازی تمامیت ارضی دولت از جمله با اشتراک واحدهای دولتی دوست کارکرد کرده می‌شوند، گفت ایلین. قبلا خبر داده شده بود که تقریباً 100 نظامی تاجیکستان در بیاتلونی ارمی 2021 اشتراک می‌کنند. آن از 22 آگوست تا 4 سپتامبر برگزار می‌شود. شنوندگان عزیز، همینجا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر تن صحت و پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.